اخلاق به قیافت میخوره اخلاقت. نه خوب نه. خیلی بده پس. آره نه به قیافه، آخه به قیافه من خیلی مظلومم. خدایش خیلی مظلومم. از چشات میباره مظلومه. از چشام واقعا میباره. میبینی؟ نامستم خواب از چشات میباره. چند هفته نخوابیدی؟ اینم نظر خوب زیاد واقعا نمیتونم بخوام. درست. این شبا خواب میبینم. خوابم هم شبیه توی لامسته. همینجوری تو نور جذاب هم؟ آره همینطوری نور اومد چشام در من. حرفی ندارم میباره. خب نظرت چیه الان؟ نظری ندارم. میخوای شاید تو هم تو نور من پسندیدم. اما یعنی برم تو افق؟ ولی الان تو نوری. من میبینم. به پسندیدی دیگه. به همین راحتی هست؟ تو چیکار کنم به پسندیدی؟ نه هستم چه جام دیگه لفظ دیگه میگه بله چه خبره لفظ من رسیدش اون من نشسته بودم بعد یهو به این ور خیره شدم این چشم گرفت دسته لامصب کف کرد بله قاشق بیارم کفشو بگیری؟ نه دیگه کفشو واسه چی بگیری؟ بخوریم؟ دلستر رو بدم بهت دیگه با هم بخوریم بذار فکر کنم با قاشق میشه دلستر خور؟ با قاشق که فکر نکن میریزی تو لیوان میخوری؟ نه دیگه وقتی که کف کرده ریخته زمین خب نه توش مونده دیگه الان فقط کف موندهشو بخوریم؟ آره بذار فکر کنم میذاره سر ادامه بده شاید بیشتر برفت خیلی نظر خوب بیشتر برفت اسمت اصلا چیه؟ تربچه صدات میکنه تربچه جان من گفتم تو چرا باور کردی؟ خودت گفتی تربچه خود هیچ موقع اصرار نمی کنی به هیچ کس که اسمشو بدونی؟ خب من به تو میگم اسمت چیه تو میگم میگی تربچه من میگم تربچه ای دیات چه پسر خوبی اگه همیشه همه چی رو اینجوری قبول کنی عالی بنازم اوکی دیگه خب اصلا من همه اول بسم الله بله رو گرفتم کی به تو بله گفت؟ تو پسندیدی من که فعلا نپسندیدم سخت دوست دارم سخت خوبه خب بزنیم بریم اول کار یه ذره زمینه چینی کن بعدا زمینه چینی خب 2 متر قد میبینی دیگه همه چی داره میبینی دیگه به قده؟ دیگه قیافه قد هیکل اینو مهمه دیگه اخلاق به قیافت میخوره اخلاقت. نه خوب نه. خیلی بده پس. آره نه به قیافه، آخه به قیافه من خیلی مظلومم. خدایش خیلی مظلومم. از چشات میباره مظلومه. از چشام واقعا میباره. میبینی؟ نامستم خواب از چشات میباره. چند هفته نخوابیدی؟ اینم نظر خوب زیاد واقعا نمیتونم بخوام. درست. این شبا خواب میبینم. خوابم هم شبیه توی لامسته. همینجوری تو نور جذاب هم؟ آره همینطوری نور اومد چشام در من. حرفی ندارم میباره. خب نظرت چیه الان؟ نظری ندارم. میخوای شاید تو هم تو نور من پسندیدم. اما یعنی برم تو افق؟ ولی الان تو نوری. من میبینم. به پسندیدی دیگه. به همین راحتی هست؟ تو چیکار کنم به پسندیدی؟ من نمیدونم، من نباید بگم. آره دیگه تو نباید بگی ولی خب باید بیاد راهنمایی میکنم. چی باید بگم؟ تو واسه چی زنده ای؟ اینجوری که دیگه همه چی به نفع توه. تو که اول پسندی خوش شدی اومدی راهنمایی هم میخواد. چی؟
اوکیه دیگه پس. اوکیه؟ آره دیگه. من نظر من مهم. خب این واسه اولش خوبه. نه. همین که من اومدم مستقیم گفتم خیلی نظر خوبیه. به همه اینجوری مستقیم میگی؟ نه دیگه میگم دل استری واسه هر کسی کف نمی‌کنه. واسه هر کسی کف نمی‌کنه. آره. مطمئنی؟ 100%. اما دل استری باید یه چیز خوب با شخصیت، این هم خوب. ای بابا بنازم. تا چرا هیچکی اینجوری از من تا حالا تعریف نکرده بود؟ تو یه نگاه ما رو دیدی؟ آره دیگه تو همه چی تو یه نگاه. آره دیگه تو اولین نگاه من وقتی چشم بگیری دید. اولین نگاه دیدی گفتیم بده بزنیم. بگیم که از اون شیطونایی از اون. چرا فکر میکنی من آدم بدیم؟ من خیلی پسر خوبیم. خیلی میباره از چه به خدا به چهره نیست. من چهرم درسته زیاد جالب نیست ولی دلم پاکه. همیشه انقدر خندون نیستم. امروز روزم بوده که دارم بهت میخندم. عصبانی هم دوست دارم. عصبانی هم دوست دارم. خوبه دیگه الان نگاه کن همه چیزام با هم نزدیک. چی نزدیک؟ تو فقط اومدی گفتی من یه قد دارم یه چهره دارم با یه هیکل. خب چی دوست داری بدونی؟ بپرس بهت بگم. بپرس. شما اخلاقتون چجوریه آقا؟ بد اخلاق نمیپسندم ولی دل پاک مهربون. اینی که میبینم از اوناشی. آدم شناسی؟ خیلی خوب. مدرکی تو از کجا گرفتی؟ از همون جایی که تو مدرک گرفتی. من از اینجا گرفتم تو هم از اینجا گرفتی. آره بچه من تو رو ندیدم. خب چون من شیفت دخترونشم. نه اینجا کلا دوتا شیفتش واسماست. نه یه شیفتش دخترونه سکرت خبر ندارید. بله. پس تو شیفت اون بر. بله من شیفت اون تو یه جا هم دستگیر کردیم. خب شماره تو بده با هم بیشتر شد. شماره بدم؟ زود نیست برای شماره دادن. چرا؟ خب همه چی باید شماره دادن صحبت کردن شروع میشه دیگه. اگه همه مردم این کارا رو بکنن چرا؟ میخوای آیدی بدم؟ آیدی راحت تر نیست. آیدی بده. میخوای من آیدیمو بدم بزنیم؟ بله. بفرمایید. واسه اسمتو نپرسیدم. اون نوشته اینجا علی هستم. علیه. دکتر علی البته بهم میگه. علیه. بفرمایید. علی چی؟ نه دیگه نه بزنید علی. اسم پیجم فرقه. بفرمایید. S T R E E T underline بکس. ببینم اینه. بابا بنازم. اونجا چی نوشته؟ با ما شاد باشید. بعدش 3 تا دالتون ولی تو یه دونه شونی. همون یه دونه میوزی که گفتم. همون یه دونه. این دیدی بچه من باهوشیم. بعدش چی نوشته؟ سازنده دوربین مخفی. شما در مقابل دوربین مخفی دفعه آخرت باشه که منو سر کار میگیری. دوربینم اونجا سه دستی به شکون میدید یه لایک هم نشون کو دوربین؟ نمیدونم. خب واسه کی دستی؟ خب من ندیدم تو به من گفتی من ندیدم. دوربینم اون بره یه دستی واسه شکون میدید لایک هم که نشون میدید. خیلی جمعه هم خدا خدا نگهدار.